قدر نعمت جمعه را بدانیم. روز جمعه تنها برای نماز جمعه خوندن نیست، برای صله رحم کردن، برای توبه و استغفار کردن، برای صلوات و درود فرستادن صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر کسی در شب جمعه یا روز جمعه سوره کهف رو تلاوت بکند ایمانش افزایش پیدا می‌کند. سوره کهف داستان جز داستان ایمان نیست، جز داستان خداجویی و خدا طلبی چیزی دیگر نیست.